وجود مقدس هست معصومه سلام الله علیها هست که فوق‌العادگیشون تو روایاتی که در رابطه با ایشون رسیده از اهل بیت کاملا ظاهر هست که اگر خدا توفیق بده یه مقداری خدمت شما عرض میکنم. هست معصومه هم از جهت مقامات معنوی به مقامات بلند توحیدی و ولایی رسیده بودن که در زیارتنامه‌شون میگیم فإن لک عند الله شأنا من الشأن، شما پیش خدا یک مرتبه از اون مرتبه ولایت کلیه اهل بیت دارید، یک مرتبه از اون اسمت کلیه اهل بیت، یک مرتبهش که یک مرتبه عظیمی هستش مال شماست. هم از جهت مقامات معنوی ایشون با عظمت بود، هم از جهت نقشی که بر تاریخ شیعه داشت. من اجازه میخوام این دومی رو یه اشاره مختصر بکنم، نقشی که ایشون در تاریخ تشیع داشتن. ببینید عظمت هر فردی اگر بخواید ببینید به چی محک بخوره، ارزش هر کسی اگر بخواید ببینید به چه چیزی سنجیده میشه، به میزان شناخت امام زمانش و شناخت مأموریتی که امام زمانش داره و کمکی که به او میده. اگر کسی معرفت داشته باشه نسبت به امامش، معرفت داشته باشه نسبت به رسالت و مأموریتی که امامش در عالم داره و کمک به او بده در راستای اون مأموریت حرکت بکنه، این شخص درجات بلندی داره. شما نگاه کنید، همتون میدونید که ائمه ما مأموریت‌های مختلفی داشتن به تناسب زمان خودشون. یکی مأموریتش صلح بوده، یکی جنگ بوده، یکی مأموریتش نشر فرهنگ و کار علمی بوده، یکی مأموریتش هجرت بوده. هر کدوم در زمان خودشون یک مأموریت داشتن. اصحاب و مقربان اون امام و اون کسانی که تو زمان اون امام هستن باید مکمل کار اون امام باشن. اگه قرار باشه که اصحاب امام حسن کار ارزشمندی انجام بدن، باید در راستای مأموریت امام حسن تو عالم کار بکنن، نباید اون کاری که اصحاب سید الشهدا میکردن رو بکنن. اصحاب امام حسین اگر بخوان کار ارزشمندی بکنن، باید در راستای اون مأموریتی که امام حسین تو عالم داشت حرکت بکنن، نباید اون کاری که اصحاب امام صادق میکردن رو بکنن. متاسفانه بعضیا تو این جهت قاطی کردن. بعضی از اصحاب امام حسن می اومدن به امام حسن میگفتن آقا چه صلح، بجنگیم. بابا جنگ مال زمان امام حسینه، الان مأموریت چیز دیگه است. خودتو با امام تنظیم بکن، خودتو با ولی تنظیم بکن. می اومدن اعتراض میکردن به امام حسن که آقا چرا نمی جنگیم، از حضرت جدا شدن. درست نقطه مقابل بعضیا در زمان امام حسین می اومدن به امام حسین میگفتن آقا برای چی میری بجنگی، شما با این تعداد یار اندک برای چی می جنگی. حتی بعضی از کسانی بودن که به ظاهر از خوبان بودن، نصیحت میکردن امام حسین رو که برای چی میری، برای چی میخواید بجنگی. بعضی از اصحاب امام صادق به امام صادق میگفتن آقا برای چی قیام نمیکنی. زمان امام صادق زمان قیامه، زمان کار علمیه، زمان نهضت فرهنگی است. خود امام از همه بهتر میدونه که وقت قیام هست یا نه. در زمان حضرت معصومه سلام الله علیها، امام زمانش امام رضا، اون مأموریت و رسالت بزرگی که بر دوش داشت، هجرت به ایران، گسترش تشیع در جهان. به هر حال تشیع باید جغرافیاش وسیع بشه. امام رضا علیه السلام هجرت به ایران کرد که ایران رو به عنوان یک پایگاه برای شیعه، بلکه پایتخت تشیع قرار بده. امام رضا تاریخ رو میبینه و حرکت بکنه. همه ائمه همینجورن. امام رضا میدونه که در آخرالزمان ایران هست که زمین ساز ظهور امام زمانه. امام رضا این رو میدونه. ولی بعضی از افرادی که اون زمان بودن می اومدن به حضرت اعتراض میکردن، میگفتن آقا برای چی میخواید برید شما، برای چی جانشینی مأمون رو میخواید بپذیرید برید ایران؟ مگه مأمون همون کسی نبود که پدرش هارون الرشید پدر شما موسی جعفر رو کشت؟ حالا شما میخواید برید ولیعهدی و جانشینی او رو بپذیرید؟ امام رضا چی بگی به این آدما؟ چجوری بهشون بگی شما آخر تاریخ رو نمیبینید؟ من با رفتنم به ایران یه پایتخت درست میکنم، ام القری درست میکنم برای جهان اسلام. اما خب اینا که نمیفهمیدن. حتی اینم حالیشون نبود که تسلیم باشن.
لذا بعضیاشون ریزش پیدا کردن، از امام رضا جدا شدن. امام رضا اومد به ایران سال 200 هجری، سال 200 هجری آمدن به ایران. پشت سر امام رضا یه تعداد از امامزاده ها اومدن، اونایی که فهمیدن باید چی کار بکنن، اونایی که بصیرت داشتن، کار امام رضا رو تکمیل کردن. درسته که قبل از آمدن امام رضا شیعه در ایران بود، پراکنده، در قم بود، در سبزوار بود، در بعضی از جاها به صورت پراکنده بود، اما نه، اون کافی نیست. باید تشیع در اینجا بسیار قوی‌تر پا بگیره. 2 تا کاروان بزرگ از امامزاده ها بعد از امام رضا وارد ایران شدن. 1 سال بعد از آمدن امام رضا، عرض کردم حضرت سال 200 هجری اومد تو ایران، سال 201 هجری 2 تا کاروان بزرگ اومدن. یکی کاروان هسته معصومه سلام الله علیها از سمت غرب، از همین سمت کرمانشاه و همدان و از این قسمت اومدن که در ساوه درگیر شدن و کسانی که خدمت هسته معصومه بودن، خب اون موقع حکومت مرکزی به هر حال حکومتی بود که درگیر می شدن با کسانی که طرفداران اهل بیت بودن. اینجا بسیاریشون به شهادت رسیدن. هسته معصومه سلام الله علیها رو که مریض شده بودن و در واقع به یک معنا فشاری که از کشتار فجیع همراهانشون وقتی دیدن به ایشون اومد باعث شد که به یک معنا دق بکنن، یعنی هسته معصومه به نوعی شهیده هستن. اون وقت منتقل شدن به قم، 17 روز هم در قم فقط موندن، 17 روز که بعد از 17 روز اونجا رحلت کردن. این یک کاروان بود. کاروان دوم کاروان احمد بن موسی از شاه چراغ که اونا از جنوب اومدن، از سمت بصره و شلمچه وارد ایران شدن، تو استان فارس که رسیدن اینجا درگیر شدن. 1200 نفر بودن. این 1200 نفر پخش شدن، تعدادشون که شهید شدن و تعدادی که زنده موندن پخش شدن. این امامزاده هایی که چه در زمان حیات امام رضا می اومدن ایران برای دیدنش، چه بعد از شهادت امام رضا می اومدن برای زیارتش، یه چیزی بوده تقریبا 6000 امامزاده، 7000 امامزاده که الان شناخته شده است. حالا خدا میدونه چقدر بوده، حدود الان 7000 امامزاده شناخته شده است. وقتی پخش شدن تو ایران، هر کدوم یه چراغ روشن کردن برای اهل بیت، هر کدوم یه کانونی شدن برای توسل، معرفت، محبت نسبت به اهل بیت. شما خودتون میدونید تو ایران این امامزاده ها هر کدومشون هر جایی که هستن، مردم توسلشون به اهل بیت توسط اون امامزاده، نظرشون، نیازشون، روزه هاشون توسط این. ببینید این در واقع تقویت پایگاه تشیع، یعنی همون کاری که امام رضا می‌خواست بکنه، مکمل کار امام رضا شدن. و در رأس این امامزاده ها هسته معصومه. بدونید هسته معصومه سلام الله علیها در بین فرزندان موسی بن جعفر، امام رضا رو بذارید کنار، او که خب کسی با معصوم قابل مقایسه نیست، امام رضا رو بذارید کنار، در فرزندان موسی بن جعفر که خب خدا هم اولاد زیادی به ایشون داده بود، فرزند زیاد داشت، حضرت معصومه سلام الله علیها ممتاز بود، اولین بود. این بزرگوار در قم یه پایگاهی درست کردن. خب اون موقع چیزی نبود، اما یواش یواش و رفته رفته یک مرکزی شد برای شیعه که حوزه علمیه و مهمترین حوزه علمیه جهان شیعه دور ایشون تشکیل شد. من و شما به هر حال جزو اعتقاداتمون این هست که حوزه های علمیه‌ای که صدها و هزاران عالم دینی، مجتهد دینی، اولیاء خدا توشون در میاد، هر جایی تشکیل نمیشه. اون مراکز و حوزه های علمیه جایی تشکیل میشه که منبع علم باشه، منبع معرفت باشه، مثل نجف، مثل سامرا، مثل کربلا، مثل مشهد، مثل قم. یعنی دور یک منبع نور جمع میشن. بزرگترین حوزه علمیه در آخرالزمان قمه که در روایت امام صادق هست علم از نجف کوچ میکنه به قم در آخرالزمان، که الان البته این جای خوشحالی نداره، ولی به هر حال با تأسف حوزه علمی نجف چندان به راه نیست. درسته که بزرگانی توش هستن،
ولی حوزه چندان براهی نیست. ولی قم خب که اصلا اون زمان کسی به مخیلش نمیرسید اینجا یه حوزه‌ای بشه. امام صادق اینو فرموده، امام صادق اینو فرموده، قم درست شد. حالا خدمتتون عرض خواهم کرد که چه ظرفیتی داره قم و حرم حضرت معصومه که این حوزه با عظمت دورش شکل گرفت. این در رابطه با تأثیری که حضرت معصومه بر تاریخ شیعه گذاشت، یعنی در واقع مکمل کار امام رضا شد. ایران رو که قرار بود به عنوان پایگاه بلکه پایتخت تشیع قرار داده بشه، این رو انجام دادن. اما از جهت مقامات حضرت معصومه من تقاضا میکنم ازتون، خب بالاخره همه ما کما بیش راجع به حضرت معصومه چیز میدونیم، اما هر چقدر آدم عظمت فردی رو بیشتر بشناسه بهتر ازش بهره مند میشه، بهتر ازش استفاده میکنه. اگر ما بدونیم تو حرم حضرت معصومه چه خبره، قطعاً بیشتر و بهتر استفاده میکنیم. در رابطه با حضرت معصومه سلام الله علیها روایت زیاد نداریم، روایت کمی رسیده، اما همون اندک روایاتی که رسیده فوق‌العاده است. من فقط یه روایتشو که همتون شنیدید، اما تقاضا میکنم با هم مرور بکنیم، زود ازش رد نشید اون روایت رو. من همون روایت رو عرض میکنم، مقام حضرت معصومه رو ببینیم به چه صورت. روایت از امام صادقه. امام صادق علیه السلام یه جمعی از اهالی ری، همین شهر ری خودمون، حالا اون زمان تهران هنوز نبود دیگه، ری بود، خدمت امام صادق رسیدن. حضرت خوش آمد بهشون گفت، بعد فرمود که ان لله حرما و هو مکه، خدا حرمی داره که مکه است، ولی رسول الله حرما و هو المدینه، ولی امیر المؤمنین حرما و هو الکوفه، امیر المؤمنین حرمی داره که کوفه است. اون موقع هنوز نجف تشکیل نشده بود. میدونید زمان امام صادق هنوز شهری به نام نجف نبود. نجف رو بهش گفتن زهرالکوفه، پشت کوفه، یه قبرستان بود، گفتن پشت کوفه، زهرالکوفه بهش میگفتن، کوفه آباد بود. ولی امیر المؤمنین حرما و هو الکوفه و ان لنا حرما و هو قم، ما اهل بیت هممون حرممون قمه، همه ما اهل بیت حرممون قمه. بلا فاصله بعد از این جمله که امام صادق فرمود حرم ما اهل بیت قمه، یه جمله دیگری گفتن که معلوم میشه برای چی حرم همه اهل بیت قمه. چون بلا فاصله بعد از این که فرمود حرم ما اهل بیت قمه، فرمود ستدفن فیها امرأة من ولدی اسمها فاطمه، به زودی یکی از فرزندان من در اونجا دفن میشه، اسمش فاطمه است، همون فاطمه معصومه. نشون میده که این که حرم اهل بیت قمه به خاطر حضرت معصومه است. اما چرا؟ حالا این چراش باشه که چرا حرم همه اهل بیت به واسطه حضرت معصومه شده قم. ستدفن فیها امرأة من ولدی اسمها فاطمه تدخل به شفاعتها شیعتون الجنه به اجمعهم، تمام شیعیان ما جمیعا با شفاعت او میرن بهشت. تدخل به شفاعتها صلوات الله و سلامه علیه شیعتون الجنه به اجمعهم. شفاعت عجیبیه. اینا چرا حرم همه اهل بیت قمه؟ چرا شفاعت حضرت معصومه شامل تمام شیعیان میشه؟ این شفاعت عجیب و غریب از کجا اومده؟ اینا هستش که نکته های این روایت. ببینید من سعی میکنم تا جایی که میتونم مختصر عرض بکنم خدمتتون. اولا این که امام صادق میفرماید خدا حرمی داره که مکه است، مگه خدا یه جای خاص داره؟ خدا که همه جا هست. یعنی چی؟ خب اجمالا همه من و شما میدونیم که بله خداوند متعال همه جا حاضر و ناظره، جای خاص نداره، اشراف بر کون و مکان داره. نه خدا، اولیاء خدا، خلیفه های خدا، جانشینان خدا که مظهر اسماء و صفات خدا هستن، به اذن الله اونام اشراف دارن بر همه جا، اونام اشراف بر همه جا دارن. شخصی به نام موسی بن سیار میگه من با امام رضا بودم اولی که وارد خراسان شد، تازه وارد شده بود، رسیدیم به توس. حالا مسیر چجوری بوده؟ به دروازه های توس که رسیدیم صدای شیون و گریه بلند شد، دیدیم که یه جمعی دارن تشییع جنازه میکنن.
امام رضا علیه السلام به محض اینکه این تشییع رو دید از مرکب پیاده شد، سریع رفت زیر این جنازه. موسی بن سیار میگه من تعجب کردم، آقا اولین بارشه که اومده، مگه اینو میشناسه؟ اینجوری یه مرتبه رفت زیر جنازه برای تشییع. یه مدت با جمع تشییع کننده بود، بعد کنار آمد. یه چند لحظه گذشت، اون فرد رو که از دنیا رفته بود متوفا رو رسوندن به کنار قبر که دیگه میخواستم وارد قبر رو بکنن. میگه دیدم باز امام رضا علیه السلام جمعیت رو شکافت، سریع رفت کنار این میت، خودشو چسبون بهش، دستشو گذاشت رو سینه این میت. نترس، دیگه از این به بعد ترسی بر تو نیست، دیگه از این به بعد ترسی بر تو نیست. و بعد اومد کنار. موسی بن سیار میگه من از آقا پرسیدم که آقا شما اولین بارتون بود که اومدید اینجا، این شخصو که نمیشناختید که، مگه میشناختیدش؟ اینجوری تشییع کردید؟ امام رضا فرمود اولا این رو بدون، هر مؤمنی که از دنیا میره، اونایی که به تشییعش میان تمام گناهانشون بخشیده میشه. که یوم ولدته امه، مثل روزی که از مادر زایده شده. اونایی که به تشییع یک مؤمنی میرن. بعد حضرت فرمود که این که گفتی مگه اینو از قبل میشناختی، مگه نمیدونی تمام اعمال شیعیان ما صبح و شام بر ما عرضه میشه، اشراف به همشون داریم. اگر گناهی خطایی از شیعی از ما سر بزنه، از خدا میخوایم که خدای ببخشه او رو، و اگر کار خیری ازش سر بزنه، از خدا میخوایم که خدای پاداش بهش بده و خدا رو شکر بکنیم، و خدا رو شکر بکنیم. ما زیر نظر اهل بیتیم، جزء اعتقادات ماست. یه شخصی اومد به امام رضا گفت آقا برای من و زن و بچه‌م اگه میشه دعا کنی برای خانواده‌ام، این تو اصول کافی روایت. امام رضا فرمود اولست و افعل، مگه من این کارو نمیکنم؟ اون طرف یه مقدار تعجب کرد که یعنی من همش تو چشم امام رضا هستم، منو دعا میکنه که امام رضا میگه مگه من این کارو نمیکنم؟ یه مقدار تعجب کرد. امام رضا فرمود که مگه قرآن نخوندی که تو قرآن خدا میفرماید قل اعملوا فسيرى الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اعمالی که انجام میدید زیر نظر خدا، رسول و مؤمنین، یعنی اهل بیت، دائم شما زیر چشم ما هستی. درسته که خدا و اولیاء خدا به اذن خدا به همه عالم و آدم اشراف دارن، اما یه جاهای خاصی تو زمین هست که خدا و اولیاء خدا به اون جاها عنایت خاص دارن، یه جلوه خاصی خدا اونجا کرده. خدا تو مکه، تو مسجد الحرام، اینجا جلوه خاص داره، رحمت خاص داره. حالا این مسجد الحرام رابطش با عالم بالا چی هست اصلا بحث ما نیست. این مسجد الحرام بی خودی اینجا کعبه بنا نهاده نشده. این 4 ستون کعبه که اینجاست تناسب داره با بیت المعمور تو آسمان 4م و تناسب داره با 4 پایه عرش تو آسمان 7م. خدا اینجا جلوه خاص داره، لذا فرمود حرم خدا اینجاست، یعنی عنایتی داره، یه جلوه خاص، یه رحمت خاص تو اینجا هست. رسول خدا با اینکه همه جا اشراف داره، اما اونجایی که جسم مطهرش دفن شده تو مدینه، اونجا باز یه عنایتی داره، اونجا یه عنایت خاص داره. امیرالمومنین تو نجف، همینجا که جسم مطهرش هست، عنایت خاص داره. سید الشهدا علیه السلام کربلا عنایت خاصی داره، اونجا که جسمش هست. لذا به من و شما گفتن که زیارت از نزدیک برید، با اینکه از دورم سلام بدید بهشون میرسه، اما زیارت از نزدیک یه چیزی دیگه است، چون اونجا یه عنایت خاص هست، اونجا یه عنایت خاصه. از این جهت به ما گفتن که مکانهایی هست که این مکانها عنایت خاص روشه. بله زیارت از دور هم سلام میرسه، اما از نزدیک چیزی دیگه است. اصلا راجع به پدر و مادر، حالا اولیاء خدا که بماند، گفتن آقا حتما سر قبر پدر و مادرتون برید بشینید دعا کنید که دعاتون اونا آمین بگن، پدر و مادراتون آمین بگن. اونجا دعا بعضی از خوبان چله میدادن، میگفتن اگه گره افتاده به کارتون 40 هفته، حالا یا شب جمعه یا صبح جمعه، برید سر قبر پدر یا مادرتون 40 هفته برید اونجا بشینید، فاتحه، دعا، چیزی، اون وقت دعا کنید که پدر و مادرم براتون دعا کنن. بسیاری گیر و گرفتاریاشون اینجوری برطرف میشد، به صورت جهشی سریع و سیر برطرف میشد. خب وقتی پدر و مادر آدم کنار قبرشون بره، اونجا عنایت خاص دارن، وقت اولیاء خدا دیگه چی که دستشون بازتره،
اونا دیگه چه خبر؟ از این جهت هستش که امام صادق فرمود خدا حرمی داره در مکه، رسول خدا حرمی داره در مدینه. اینجا یه عنایت خاصه. امیرالمومنین حرمش کوفه است. بعد اون جمله رو فرمود و ان لنا حرما و قوم، اما حرم همه ما اهل بیت قومه. همه ما اهل بیت قومه. ما دنبال اینیم. این برای چی؟ تو زیارتنامه هست معصومه، میدونید یکی از امتیازات حضرت معصومه این زیارتنامه‌شه. ما تو بین امامزاده ها نداریم امامزاده ای که زیارتنامه‌اش رو معصوم گفته باشه، فقط جز شهدای کربلا، حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل. امامزاده‌هایی که تو کربلا شهید شدن اون زیارتنامه‌شون امام صادق گفته. دیگه نداریم تو بین امامزاده ها امامزاده ای که زیارتنامه‌ش رو معصوم گفته باشه جز حضرت معصومه. حضرت معصومه چون 2 سال قبل از امام رضا به شهادت رسید، امام رضا زیارتنامه‌اش رو گفته. این متن زیارتنامه که تو حرم حضرت معصوم میخونید رو امام معصوم گفته. هر واوش جای دقت داره، هر کلمش بی حساب نیست. اون وقت تو این زیارتنامه مقصودم اینجاست، تو این زیارتنامه شما وقتی سلام میخواید بدید اول از انبیا شروع میکنید. سلامتون سلام غائبه، یعنی میگید السلام علی آدم صفوت الله، السلام علی نوح نبی الله، السلام علی موسی، السلام علی عیسی. سلام بر اون پیغمبر، اون پیغمبر. سلام غائبه. به رسول خدا که میرسه یه مرتبه لحن عوض میشه. السلام علیک یا رسول الله، سلام بر تو ای رسول خدا که حضور داری. سلام میشه سلام حاضر دیگه، غائب نیست. السلام علیک، نه السلام علی رسول الله، السلام علی امیر المؤمنین، نه السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا. یعنی همه معصومین اینجا هستن، همون حرم معصومین همشون. اما هنوز به جواب نرسیده ما چرا همشون اینجا جمعه؟ این نکته مهمه. آیا به خاطر معنویت حضرت معصومه بود که درجاتی از عصمت داشت؟ میدونی این لقب معصومه رو امام رضا داد بهش، و الا تا وقتی زنده بود حضرت معصومه بهش نمیگفتن، فاطمه بود. وقتی که به شهادت رسید یا رحلت کرد، وقتی که حضرت معصومه از دنیا رفت، اون وقت امام رضا فرمود من زار المعصومه به قم کمن زارنی. هر کسی معصومه رو در قم زیارت بکنه گویی منو زیارت کرده. لقب معصومه رو امام رضا داد. پس درجاتی از عصمت براش هست. آیا به خاطر این حرمش شده حرم همه اهل بیت؟ آیا به خاطری که از جهت علمی و معرفتی هست معصومه علم لدنی داشت، استاد ندیده، عالم بود، 10 سالش بود که تو مدینه خونه پدرش موسی بن جعفر بود، شیعیان قم رفتن مدینه در خونه حضرت موسی بن جعفر برای اینکه مسائل شرعیشون رو بپرسن. از قم اومده بودن، تو نامه سوالات شرعیشون رو نوشته بودن. حضرت موسی بن جعفر خونه نبود، یه مسافرتی بیرون مدینه رفته بود. دخترش فاطمه معصومه 10 ساله اومد دم در، گفتش اون سوالاتتون رو بدید که از پدرم می‌خواستید بپرسید. این کاغذ رو دادن. حضرت معصومه رفت تو، یه چند لحظه بعد اومد گفت جوابشو بگیرید. اینا دیدن که همه جوابا نوشته شده است، تشکر کردن. وقتی که داشتن از مدینه میرفتن بیرون دیدن موسی بن جعفر داره میاد، از مسافرت برگشته بود. سلام علیک کردن، گفت آقا ما رفتیم در خونتون تشریف نداشتید، سوالاتمون رو دخترتون فاطمه اومدن گرفتن و جواب دادن. حضرت فرمود بدید من ببینم، بدید من ببینم. دید جوابها رو دید، گفت همش درسته، فداها ابوها، پدرش فداش، همش درسته. 10 سالش بیشتر نبود. علم لدنیه، جایی که درس خونده باشه نیست. حضرت معصومه جزو محدثات بودن، یعنی تو سلسله بعضی از احادیث هستش که فاطمه معصومه جزو روات حدیث بودن، عالمه بودن. آیا به خاطر این جهت هستش که حرم همه اهل بیت شده قم؟ نه، من به نظرم هیچ کدوم از اینا نیست. نه به خاطر اون درجاتی از عصمتش،
نه به خاطر این علم و معرفتش، هرچند که اینا بسیار قابل توجهه، نه اینکه اینا چیز کمیه. اما نکته‌ای که حرم همه اهل بیت شده قم، من عقیدم اینه که یه چیز دیگه است، دلیلش رو عرض میکنم خدمتتون. ان شاءالله بیشتر به قم و حرم اصل معصومه عنایت داشته باشیم. عقیده من این هست، دلیلش هم الان خدمتتون میگم. حضرت معصومه سلام الله علیها قبرشون جلوه قبر مادرشون حضرت زهراست که مخفیه. هر چی قرار بود از قبر حضرت زهرا گیر مردم بیاد، چون او سری است که باید پنهان بمانه تا ظهور، تو حرم اصل معصومه گذاشتن. و حضرت زهرا چون محور همه معصومین بود، هر جا که باشه 14 معصوم اونجا حضور داره. خودش هست که عنایت داره و معصومین دیگه. یعنی حضرت معصومه سلام الله علیها واسطه نوری حضرت زهراست، واسطه نوری حضرت زهراست. ببینید قبور معصومین خیلی چیزا توش هست. اونایی که میفهمیدن بی جهت نیست که 70 سالهای بهجت هر روز میرفتم یه حرمی، میدونست اونجا باید چی گیر بیاد. بی جهت نیست که امام راحلمون نجف بود 15 سال هر شب حرم امیرالمومنین میرفت کنارش. حاج آقا حسین قمی هر روز میرفت حرم اصل معصومه. ببینید این قبور خیلی چیزها داره برای اهلش. اون وقت قبر حضرت زهرا که نیست که ما بتونیم چیزی ازش بگیریم. اون بهرهای قبر حضرت زهرا کجاست؟ گذاشتن اینجا. اون بهرهای قبر حضرت زهرا رو گذاشتن تو حرم اصل معصومه. چرا؟ به چه دلیل؟ حاج آقا اینو دارید میگید؟ به چه دلیل این رو میگید؟ اولا این رو به عنایت بفرمایید. این که حضرت زهرا محور همه معصومینه، اینو که شک نداریم که. ما یه چیزی میشنویم راجع به حضرت زهرا که میگن ام الائمه بود. ام الائمه رو زود وقتی معنا میکنیم میگه خب ام الائمه یعنی مادر ائمه دیگه. عزیزم این نیست که. این که خیلی معنای سطحی از ام الائمه. ام تو کلمه عربی یعنی ریشه، یعنی ریشه. حضرت زهرا ام الائمه بود، ریشه بود. هم از جهت جسمی ائمه از او گرفته شدن، این که روشنه، مادرشون بود. هم نور اهل بیت از نور حضرت زهرا گرفته شد. نور حضرت زهرا مستقیم از خدا. این فوق العاده است. تو زیارتنامه حضرت زهرا بخونید، تو مفاتیح، تو زیارتنامه‌اش بخونید. سللت منها انوار الائمه. خدایا تو از حضرت زهرا انوار ائمه رو گرفتی. یعنی حضرت زهرا واسطه انوار اهل بیته. یعنی هر فیضی که به اهل بیت میرسه از طریق حضرت زهراست. اینو میشه فهمید؟ اینو میشه فهمید یعنی چی؟ تو جلد 43 بهارالانوار روایت هست که خداوند متعال وقتی نور حضرت زهرا رو خلق کرد، آنچنان این نور درخشید که ملائکه بهتشون زد. سوال کردن که خدای این نور چیه؟ خدا فرمود هذا نور من نوری خلقته من عظمتی. این نور رو از عظمت خودم خلق کردم و اخرجه من صلب نبی من انبیایی. اینو تو صلب نبی از پیغمبرانم قرار دادم که افضله علی جمیع الانبیا، برترین انبیاست. بعد مقصودم اینجاست، تو همین روایت هم است. بعد خدا متعال فرمود اخرج منه انوار الائمه. انوار ائمه رو از این نور میگیرم. یعنی نور حضرت زهرا مستقیم از نور عظمت خدا گرفته شده، انوار ائمه از نور حضرت زهرا گرفته شده. حضرت زهرا واسطه فیضه، حضرت زهرا واسطه فیضه. این میشه فهمی؟ این همونیست که امام عسکری فرمود نحن حجج الله علی خلقه و امنا فاطمه حجت الله علینا. ما اهل بیت حجت خدا بر مردمیم، مادرمون زهرا حجت خدا بر ماست. مادرمون زهرا حجت خدا بر ماست. تو حدیث کسا دقت بکنید، تو حدیث کسا دقت بکنید. 5 تن وقتی خواستن وارد بر حضرت زهرا بشن، از پیغمبر گرفته امیر المومنین امام حسن امام حسین، خود حضرت زهرا هم که آخر رفت، هر کدوم وقتی اومدن پیش حضرت زهرا، پیغمبر گفت که دخترم انی اجد فی بدنی ضعفا، من تو خودم ضعف حس میکنم. حضرت زهرا گفت پدر جان اعیذک بالله، من به تو پناه میدم.
پناه خدا رو من به تو میدم. نمیشه اینا رو فهمید. یعنی چیه پیغمبر پناه برده به حضرت زهرا؟ حضرت زهرا میگه من به تو پناه خدا رو میدم. امیرالمومنین همین رو گفت. حضرت زهرا گفت من پناه خدا رو بهت میدم. امام حسن و امام حسین همین رو گفتن من این دیگه حدیثی که اساس دیگه. این حدیثی که اساس این همون است که خدا رحمت کنه آقای بهجت میفرمود این حدیثی که اساس معجزه است، تو جای خونده بشه 5 تن و 5 طیبه عنایت و حضور خاص خواهند داشت. حضرت زهرا محور معصومینه، هر جا باشه بقیه هستن. چقدر قشنگ گفت این شاعر معاصر ما. واقعا بهشت بر او باد. شاعر معاصر زنده است آی سازگار. ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلة القدر محمد فاطمه. ای خدا، ای خدا مشتاق یارب یاربت، ای سلام انبیا بر زینبت. از نبی تا حضرت مهدی همه ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه. نسبت به حضرت زهرا همشون جور دیگری بودن. خب این حضرت زهرای بزرگوار قبرش مخفیه. بهرهایی که تو قبر حضرت زهرا هست فوق‌العاده است. چرا باید مؤمنین محروم باشن از اون بهرها؟ نباید محروم باشن. یه جا باید جانشین داشته باشه. حضرت معصومه رو گذاشتن واسطه نوری حضرت زهرا. لذا همه اهل بیت اینجا. ان لنا حرما و هو قم. همه اهل بیت اینجا هستن. همتون شنیدید. من تقاضا میکنم اجازه به من بدید که من این چیزی که شماها شنیدید راجع به آقای مرعشی نجفی بگم نوجوانهایی که تو جلسه هستن اونا هم بشنون. اونا شاید نشنیده بودن. آیت الله مرعشی نجفی گفت ما نجف ساکن بودیم، قم نبودیم. پدرم آیت الله سید محمود مرعشی نجفی یه ریاضتی رو شروع کرد کشیدن برای که قبر حضرت زهرا رو پیدا بکنه. پدر آقای مرعشی نجفی آیت الله سید محمود مرعشی میگه اون ریاضت رو وقتی کشید خودش میگه توی حالتی بود خدمت امام صادق رسیدم، یا امام صادق یا امام باقر. حضرت فرمود چیکار داری میکنی؟ گفتم آقا ریاضتی میکشم که قبر مادر بزرگوارتون رو پیدا کنم. امام صادق یا امام باقر فرمود علیکه به کریمت اهل البیت، برو سراغ کریمه اهل بیت. پدر آقای مرعشی میگه من نفهمیدم کریمه اهل بیت کیه. فکر کردم، گفتم خب آقا منم دنبال همونم دیگه. فکر کردم حضرت زهرا رو داره میگه. امام باقر فرمود نه، مقصودم فاطمه هست در قم. مقصودم فاطمه معصومه هست در قم. قبر مادرمون زهرا بنابر وصیت خودش و مصلحت تا ظهور ناپیداست، دنبالش نگرد. اما هر بهره‌ای که قرار بود کسی از قبر حضرت زهرا ببره تو قبر حضرت معصومه گذاشتن. لذا آیت الله مرعشی نجفی میگه پدرم وقتی این قضیه رو دید دیگه منتقل شدیم به قم، ما دیگه اومدیم قم به خاطر این مسئله. خود آقای مرعشی نجفی خود ایشون هم خیلی چیز قشنگی داره. خود ایشون میگفت یه موقع دختر من خب بزرگ شده بود، احتیاج به شوهر داشت برای ازدواج، خواستگار می اومد. من پول برای جهیزیه‌اش نداشتم. میگه پول برای تهیه جهیزیه‌اش نداشتم. میگه یه مرتبه خیلی ناراحت بودم، رفتم حرم حضرت معصومه، خیلی دلم شکسته بود. گفتم که خانم شما هم ما رو فراموش کردید، شما هم ما رو من پول ندارم برای بچم، تو خونه مونده دخترم، برای جهیزیه‌اش پول ندارم. میگه اونجا اشک ریختم، دلم شکست، ولی خب لحنم خوب نبود که شما ما رو فراموش کردید. یه حالتی گله مانندی. میگه اومدم خونه. وقتی اومدم میگه تو خواب بودم، خواب دیدم که از حرم حضرت معصومه اومدن دنبال من. به من گفتن که بیا تو حرم کریمه اهل بیت کارت داره. آیت الله مرعشی نجفی میگه من بلند شدم تو همه عالم خواب. میتونید این خواب ایشون رو از پسر ایشون که الان هست آیت الله سید محمود مرعشی بپرسید. میگه من تو همه عالم خواب رفتم حرم حضرت معصومه، دیدم دارن آب و جارو میکنن، منتظرن که خانم بیاد. دیدم دارن آب و جارو میکنن خدام. یه مرتبه دیدم اومد حضرت معصومه سلام الله علیها اومد. وقتی اومد به من گفت سید شهاب، سید شهاب الدین مرعشی نجفی، سید شهاب ما کی شما رو فراموش کردیم؟ آیت الله مرعشی نجفی میگه من بارها قبل تو خواب چهره مادرم حضرت زهرا رو دیده بودم، چهره حضرت معصومه رو دیدم عجیب شبیه حضرت زهراست. چهره حضرت معصومه رو دیدم
دیدم عجیب شبیه مادرم حضرت زهراست. میگه وقتی از خواب بلند شدم مدت بسیار کوتاهی نگذشت که حواله‌ای شد برای ما و اون پول جهیزیه جور شد. اینجا واسطه نوری حضرت زهراست، همه اهل بیت هستن و به خاطر همین نکته آخر و به خاطر همین امام صادق تو همون روایتی که با هم دیگه داشتیم مرور میکردیم فرمود تدخل به شفاعتها شیعتنا الجنه به اجبهم، تمام شیعیان با شفاعت فاطمه معصومه میرن بهشت. این شفاعت گسترده مال حضرت زهراست، این شفاعت گسترده که همه شیعیان رو برمی‌داره بیبره بهشت مال حضرت زهراست. منتها این رو به واسطه نوریش هم دادن، بحث معصومان دادن، ولی اصل این شفاعت مال ایشونه. اصل این شفاعت تو روایت داره دیگه. با 70,000 ملک وقتی وارد صحنه محشر میشه خدا خطاب میکنه به تمام خلق اولین و آخرین که انبیا هم توشونن. پیغمبر رو بذار کنار، تمام انبیا هم توشونن. خدا میفرماید قضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه، چشماتون رو بندازید فاطمه میخواد بیاد تو صحنه محشر. این چشماتون رو ببندید. تو عالم آخرت تکلیف نیست، این خطاب تکلیفی نیست، خطاب تکوینیه. یعنی چشم ها فرو بیفتید که طاقت دیدن جلالت حضرت زهرا رو ندارید. حضرت زهرا میخواد خودشو نشون بده، عظمتش رو. همه چشم ها حتی از انبیا استثنا نداره جز پیغمبر، همه چشم ها فرو میفته. حضرت زهرا تشریف میارن اونجا. تو روایت داره از بعضی شکایت میکنه که دشمنانش بودن و بعد شروع میکنه به شفاعت شیعیانش، همه شیعیانش رو جمع میکنه، همه شیعیانش رو جمع میکنه و به بهشت میبره. این شفاعت گسترده مال ایشونه، منتها به واسطه نوریش حضرت معصومه هم داده شده. محدث قمی صاحب مفاتیح ایشون مرحوم میرزای قمی رو اگه قم رفتید، حرم معصومه سلام الله علیها رفتید برای زیارت، 200 متر اون طرفتر قبرستانی است به نام قبرستان شیخان، اولیاء خدا توش دفنن. یکی از خوبانی که دائم سر قبرش برای حاجت نشستن میرزای قمیه. بوده 400 سال پیش تقریبا زنده بود. من نمیدونم خدا تو قبر ایشون چی گذاشته، من نمیدونم. آیت الله عراقی میفرمودن بعد از حرم حضرت معصومه قبری به عظمت قبر میرزای قمی تو قم نیست. ایشون میفرمود هر موقع من حاجتی داشتم یه سوره یاسین میرفتم سر قبرش میخوندم، حاجتم گرفته میشد. خود من مواردی از قومی ها رو که این کارو کردن و به نتیجه رسیدن به خود من اومدن گفتم به سرعت. من سالهاست قم هستم، بارها سر قبر میرزای قم میرفتم، یک بار ندیدم سر قبرش خلوت باشه، دائم نشستن. محدث قمی صاحب مفاتیح میرزای قمی رو یه مرتبه در خواب دید، سوال کرد شفاعت اهل قم رو حضرت معصومه میکنه؟ میرزای قمی گفت چی میگی؟ شفاعت اهل قم که مال منه، حضرت معصومه عالم رو شفاعت میکنه. شفاعت اهل قم که مال منه، حضرت معصومه عالم رو شفاعت میکنه. این بزرگوار رو از دور و به خصوص نزدیک، ما تهرانیم، ما همین نزدیک هستیم، زیارت بکنیم. بهره‌های قبر حضرت زهرا اینجا گذاشته شده، تمام معصومین اینجا هستن. خدای تو رو قسمت بدیم به عظمت دختر موسی بن جعفر که دومین حرم اهل بیت در ایران بعد از حرم امام رضاست. دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش رو کوتاه مفرما.